اینجا منطقه آنا خاتون نزدیکی شهر تبریز، جایی که شاهد یک عملیات ویژه و ضربتی بودیم. ما در اقدامی هماهنگ ضربه سنگینی به شبکه استحصال غیرمجاز طلا در این منطقه وارد کرد. جانفر قراره که ایشالله پلیس اطلاعات ورزگان این کار رو ادامه بده دیگه. بله، این موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان ورزگان قرار گرفته. جانفر قراره که ایشالله اونایی که منابع ملی کشورمون دست درازی میکنن ایشالله توسط پلیس دستگیر بشن. بله، 100%. در نهادین کسی اضافه هست بیگانگان هستند، نه اندریان. بیگانه چه کارتی میکند در نهاد ما؟ نمایندگان محترم مجلس، اصلاح قانون واگذاری ماده، دولت محترم، اجرای عدالت بر پایه قانون اساسی. Şuhrumuz yoktur. Ayrıları izafeti bizim vatanda, ne biz izafi özelimizde. Hayat tarih burada ya bak, aslında zam bu. Bunu yapışmış zam bu. Bunlar bilmiyorlar.